امروز اومدم خونه معروفترین و مشهورترین معمار اتریشی. پس تا آخر این ویدیو حتما همراه من باش. اینجا خونه شخصی بزرگترین و معروفترین معمار اتریشی اوتو واگنره. این ویلای معروف در سال 1888 به منظور منزل شخصی این معمار ساخته شده. در سال 1918 بعد از مرگ اوتو واگنر، خانواده‌اش همچنان توی این ویلا ساکن بودند. اما با شروع جنگ جهانی دوم، این ویلا به دست افسران و ارتش نازی‌ها افتاد و محل سکونت افسران نازی‌ها شد. البته یه روایت غیر مستقیم هم وجود داره که خب خیلی به اون اشاره نمی‌کنن که اینجا محل تفریح هیتلر هم بوده. در سال 1972 نقاش و هنرمند معروف اتریشی این ویلا را خریداری کرد و به اسم خودش ارنست فوکس نامگذاری کرد و اون رو تبدیل به موزه کرد. البته تغییرات خیلی زیادی توی اون ایجاد کرد، نقاشی‌ها و طراحی اون رو تا حدود بسیار زیادی تغییر داد. نقاشی‌ها و آثار هنری این هنرمند بزرگ تا به امروز توی این ویلا نگهداری شده که البته این ویلا امروزه کاربریش تغییر کرده و به موزه تبدیل شده و شما همه روزه بجز دوشنبه ها از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر میتونید از این ویلا بازدید کنید. آدرس این موزه رو من برای شما توی کپشن مینویسم. هزینه بلیتمون هم 6 یورو هستش. جذابترین قسمت این ویلا طبقه دوم هستش که یک حمام به صورت وان و استخر بسیار زیبا با معماری فانتزی طراحی شده و با کاشی ها و سرامیک های جذاب طراحی شده که به نظر من در نوع خودش بی‌نظیره. Zum Künstler. Ich kann kein Polymagier werden, denn meine Arbeit ist nur Lust. Der Künstler kann nicht sein Poet, sein Werk doch über aller Arbeit steht. Es überragt des Opferns Schweiß, wenn in der Opferflamme glüht dein Mühen, zu dem verdammt dich Gott geheiß. Und keiner deine Arbeit sieht, was du gemacht, verweht. Das ich dem Thema gewidmet habe, im Rahmen eines konzipierten Gesamtkunstwerks gemacht und hoffe, dass es mir auch gelingt, den Raum dafür so zu gestalten, dass